سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود به یکایک شما دوستان عزیز، همراهان برنامه علامت سوال. در سه‌شنبه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که هر کجا که هستید حال دلاتون خوب باشه و در سلامتی و آرامش پای برنامه علامت سوال نشستید. بسیار خوشحالیم که باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و بسیار سپاسگزاریم که باز هم برنامه خودتون رو انتخاب کردید و در 90 دقیقه آینده با هم خواهیم بود. در ارتباط با موضوعات مختلف صحبت خواهیم کرد، سوالات شما عزیزان رو جواب خواهیم داد و در نیم ساعت اول برنامه هم در ارتباط با یک موضوع بسیار مهم همراه با کارشناس عزیز برنامه به صحبت و گفتگو خواهیم نشست. عزیزان، همونطور که میدونید برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده است. مستقیما از شبکه سات7 پارس ماهواره یاهصد میتونید برنامه رو همین الان تماشا کنید. همچنین از طریق یوتیوب سات7 پارس، از طریق فیسبوک و اینستاگرام علامت سوال، فیسبوک و اینستاگرام سات7 پارس هم میتونید برنامه رو ببینید. اگر عضو کانال تلگرام علامت سوال باشید، همین الان لینکی در اونجا قرار داده شد، بر روی لینک کلیک کنید، مستقیما وارد یوتیوب سات7 پارس میشید و برنامه رو به صورت پخش زنده میتونید تماشا کنید. اما به غیر از اینکه شما میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید، میتونید مستقیما هم با ما در ارتباط باشید از طریق راه‌های ارتباطی. اول از هر چیز از طریق یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک میتونید برای ما پیغام‌های نوشتاریتون رو بفرستید. همچنین اگر تلفن هوشمند دارید، از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام با شماره تلفن 2035 79 99 37 772 میتونید برای ما پیغام های نوشتاریتون رو بفرستید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، شهادتی دارید و یا اینکه اگر درخواست دعا دارید، در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. همه راه ها باز هست برای شما عزیزان که با ما در تماس باشید. البته نیم ساعت اول برنامه به سوالات و نظرات شما عزیزان پرداخته نمیشه. بعد از نیم ساعت حتما این کار خواهد شد، چون در اول برنامه میخوایم بیشتر تمرکزمون بر صحبت ها و تعالیم مهمان عزیز برنامه باشه. با هم بریم یک بار دیگه راه های ارتباطی با برنامه رو ببینیم، برمیگردیم و با شما خواهیم بود. بله دوستان، یک بار دیگه با هم راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم. اما همونطور که میدونید امشب هم ما مهمان بسیار عزیزی داریم از طریق اسکایپ. خواهر لویز مخوف عزیز با ما هستن. خواهر لویز جان، یک بار دیگه بهتون سلام میکنم، خوش آمد میگم و سال نو رو هم بهتون تبریک میگم. ممنونم سالی جان، منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم
بعد از جریان نوروز و دیگه 13 بدر و اینا بالاخره زندگی یواش یواش داره به مراحل اولیش برمیگرده. خیلی خوشحالم تو سال جدید با شما هستم. دعا میکنم که خداوند به شما و همینطور به بینندگان عزیز نزدیک باشه، شما و بینندگان عزیز به خدا نزدیک باشید، در خانه خداوند ساکن بشید و از نیکویی خانه خداوند سیر بشید. آمین آمین. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان برای دعای برکتی که کردی در همون اول برنامه. اما خواهر لویز در ارتباط با موضوعی که قرار هست صحبت بشه، بازسازی و کار در واقع بازسازی و احیای خداوند، خب من فکر میکنم که این موضوع بسیار موضوع مهمیه و هر کدوم از ما احتیاج داریم که بهش فکر کنیم و در واقع در این مورد حتی بیشتر دعا کنیم و تمتع کنیم. اما شاید جاش باشه که اول از هر چیز بدونیم که این یعنی چی کار بازسازی و احیا که خداوند انجام میده، به چه معناست و به چه صورت انجام میگیره. بله، البته وقتی که در مورد کار بازسازی، در مورد احیای خداوند صحبت میکنیم، این موضوع خیلی کلیه و جنبه‌های بسیار زیادی رو زیر پوشش میگیره. تو کتاب مقدس این عمل بارها دیده شده در مقطع‌های مختلف، همینطور تو موعظه‌ها و تو حتی نبوت‌هایی که از عهد عتیق یا تو عهد جدید هستش، اینو میشنویم و گفته میشه در این مورد و همینطور تکرار میشه. ما مثال بارز اون رو در مورد بازسازی معبد، در مورد بازسازی دیوار اورشلیم یا اینکه بازگشت قوم به سرزمین خودشون، اینا مثال های بارز هستش. یا اون آیه معروف که داریم میگه که در یوئیل نبی باب 2 آیه 25 که میگه سالهایی رو که ساس و ملخ و لمبه و سن، یعنی اون لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودم، منظورم خدا داره این رو میگه اون سالهایی رو که اینا خوردن من به شما رد میکنم، رد خواهم نمود. در واقع این رو میگه. ما از همون ابتدای سقوط بشر تو باب 3 پیدایش ما میبینیم خدا یک سره در کار احیا و بازسازی وضعیت بشر و خلقت هستش. فکر و نقشه های خدا تماما متمرکز روی فدیه است، روی بازسازی، روی احیا است. و خدا رو شکر که خدا ما رو تو وضعیت اسفناکمون تو اون باب 3 پیدایش رها نکرد و ما رو به حال خودمون وا نذاشت و بلکه بر روی صلیب اون راه احیا و بازسازی ما رو تثبیت کرد. در واقع میتونم اینطور بگم خدمت شما که احیا دل خدا، نقشه خدا و همه برنامه خدا برای من و شما هست، برای همه ما هست. برای اینکه احیا صورت بگیره باید یک مقیاس و استانداردی باشه اونجا که ما رو به اون مقیاس و استاندارد در واقع برگردونه. تو فکر خدا اون استاندارد محدود به این نیست که همه چی فقط همه چی خوب و خوش و به قول خودمون بی دردسر و یه دنیای بدون مشکل و از این چیزا باشه. استاندارد خدا خیلی بالاتر از ایناست. هدف خدا اینه که همه مردم احیا بشن. خدا میخواد همه ما رو نسبت به اون وضعیت اولیه، اون چیزی که قبل از سقوط داشتیم، نسبت به اون ما رو احیا کنه. ببینید تو رومیان 3:23 چی میگه؟ میگه که همه گناه کردن و جلال خدا قاصر میباشن. خدا ما رو ساخت تا در واقع ما جلال او باشیم. این آیه در واقع این اون قصد اولیه خدا برای همه چیز بوده، اون نقشه ابتدایی اولیه خدا. ما بعد از سقوط میبینیم خدا مرتب میخواد همه چی رو احیا کنه. گناهان ما رو میبخشه، ما رو توی حیات ابدی احیا میکنه. شاید بپرسید چطور؟ سوال اینه که چطور خدا ما رو احیا میکنه در اون حیات ابدی؟ ما وقتی که نجات رو از طریق مسیح بر صلیب دریافت میکنیم، در واقع کار احیا شروع میشه. برای اینکه مرضهای ما رو میگه شفا میده، میگه اون مرضهای ما رو برداشت، بدنهای ما رو در اون تندرستی الهی احیا میکنه و میبینیم که وضعیت مالی رو برمیگردونه، احیا میکنه. ما وقتی که
به مستمندی به اصطلاح با اموال خودمون، با مال و منال خودمون فقرا رو دستگیری میکنیم، مستمندان رو دستگیری میکنیم، 10 میدیم. به هر حال یه برکتی در این هست. ما میبینیم که افکار ما رو از ترس و ناامیدی و غم احیا میکنه و قوت و محبت و به اینها رو تو زندگیمون وارد میکنیم. از مضاف به اون که در ما فکری سالم در واقع احیا میکنیم. ما وقتی که در کلام از نجات صحبت میکنه، در اون بعد روحانی خودش میتونه شامل نقشه های بسیار، کارهای بسیار، اعمال زیاد خدا باشه برای رهایی انسان از گناه و احیای اونا به یک رابطه درست با خودش. ببینید تو اشعیا 61:4 چی میگه؟ میگه و ایشان، یعنی همین کسایی که خدا اینا رو احیا میکنه، میگه خرابه های قدیم را بنا خواهند نمود، ویرانه های سلف را یا ویرانه های گذشته را برپا خواهند داشت و شهرهای خراب شده و ویرانه های درهای بسیار را تعمیر خواهند نمود. یه آیه بسیار زیبایی هست در اشعیا 1:26 میگه که در مورد قوم صحبت میکنه، میگه داوران تو را مثل اول و مشیران تو را، یعنی مشاوران تو را، اونایی که تو رو مشورت میدن، و مشیران تو را مثل ابتدا خواهم برگردانید و بعد از آن به شهر عدالت و قریه امین مسما خواهی شد. کار خدا در واقع احیا است. حالا ما معمولا وقتی که تو فکرمون کلمه بازسازی یا احیا رو میشنویم، فکرمون میره به دوباره سازی، به تکمیل یک کار نصف و نیمه یا احیای وضعیت گذشته. فکرمون میره رو تعمیرات، رو درست کردن یه چیزی که خراب شده. واقعا اینو میتونم به جرئت بگم که خدا متخصص ترین و کارشناس ترین کسیه که برای بنا و بازسازی در واقع میتونه ما رو کمک کنه. من پسرمون رو جازش یه برچسبی گذاشته بود که هر بار این وقتی جاز میزد من این نوشته رو میدیدم، همش میگفتم با این چقدر بجا هستش. رو این جازش اینطور نوشته بود به انگلیسی که God recycles، یعنی خدا بازسازی میکنه. واقعا هر دفعه این جمله با دلم صحبت میکرد و منو به فکر مینداخت. اگه واقعا یعنی با من موافق باشید، واقعیت امر اینه که همه ما بدون استثنا محصول بازسازی و احیای خداوند هستیم. کاری که فقط و فقط خداوند میتونه به کمال برای من و شما انجام بده. بس کار احیا و بازسازی مستقیم کار خداست. مستقیم این روح القدسه که در ما انجام میده. برای اینکه شریر تمام هدفش اینه که اون شادی و آرامی ما رو با حس تقصیر و خجالت جایگزین بکنه، ولی خدا از طریق فیضش در واقع ما رو احیا میکنه. اون احیا یعنی شروعی جدید به عنوان تولد تازه. اون سالهای ملخ خورده ما دوباره به ما برگردونده بشه، احیا بشه، زندگیمون اصلاح بشه. این کاریه که ما وقتی ایمان میاریم از همون اول روح القدس در ما شروع میکنه و انجام میده. ببینید یک واقعیت رو به شما بگم، کلمه بازسازی 136 بار در کتاب مقدس بهش اشاره شده، از ابتدای کتاب پیدایش تا مکاشفه. اگر یه چیزی 136 بار تکرار شده در کتاب مقدس، بس نکته مهمیه. یه چیزیه که خدا توجه ما رو میخواد به یه نقطه جلب بکنه، جذب بکنه. شما تو اول صحبتتون میگفتید که این احیا بازسازی چیه؟ احیا بازسازی یعنی این که یه عملی، یه روندی که یه چیزی رو برگردونه به حالت خوب اولیش یا به صاحبش برگردونه. اما یه جایی میخوندم که برگردوندن یه چیزی یا یه شرایطی بهتر از وضعیت اولش. این چیزی که ما برداشتی که امروز از بازیابی داریم یا بازیافتی یا بازسازی، خب خیلی هست. اغلب روی چیزایی که میخریم رو اون برچسبش نوشته که این شی، این جنس میتونه آیا دوباره بازیافتی بشه یا نه. که در مورد اشیا صحبت میکنه و میگه که با این کار شما جلوی اتلاف منابع و مواد رو میگیرید. اغلب چیزی رو که استفاده میشه
خب اینا رو طی مراحلی شستشو، تمیزی و حرارت و اینا تبدیل به یه چیز دیگه ای میکنن. در واقع این چیزای بازیافتی یعنی موادی رو که به زباله‌دونی قرار ختم بشه تبدیل به وسایل قابل استفاده میکنن. این کار خودش شباهت کار بازخرید یا فدیه خدا رو داره. حالا باز ممکنه بپرسی خب فدیه یا بازخرید یعنی چی؟ اینم خودش یک کلمه ایه که الهیدانان اغلب برای کار بازسازی احیای خدا اینو به کار میبرن، که البته همونطور که گفتم کلمه فدیه یا بازخرید اون آزادسازیه، یه پرداخت مبلغ سربها، یعنی آزاد کردن در واقع، که اغلب برای در زمان باستان برای زندانیان و برای برده ها به کار برده میشد. یه عمل بازخرید یه چیزی در مقابل پرداخت یه مبلغی که اون جنس برگرده به صاحب اصلیش. تو یونانی یعنی که تو بازار یه خریدی بکنی که به اصطلاح در مورد خرید صحبت میکنه. و همطور که گفتم در زمان باستان به خصوص روم باستان در مورد خرید برده این استفاده میشد. در واقع همطور که گفتم این کار فدیه یا احیا یا بازسازی این معنی آزاد کردن کسی از زنجیره، از زندانه یا از بردگیه. و برای ما مسیحی ها هم دقیقا همینه. فدیه یعنی که عیسی مسیح از طریق مرگ خودش ما رو از بردگی گناه در واقع آزاد کرد و خریداری کرد و ما از اسارت گناه آزاد بشیم. در واقع این دقیقا همون کاریه که خدا در مورد ما کرده. درسته، بسیار عالی. و این مورد رو که شما بهش اشاره کردین، اینکه مثال بازیافت رو گفتید، اینکه از یک چیز بد، یه چیز خراب، یه چیزی که قراره که به در واقع زباله‌دانی انداخته بشه، یه چیزی که دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، اینکه چقدر قشنگ میشه با یک سری کارهایی که روش انجام میگیره، از جمله پاکسازی، از جمله چی میگن جمع آوری اون موادی که میشه ازش همچنان استفاده کرد، یک چیزی رو ساخت که حتی از نو اصلا یه چیز کاملا متفاوت باشه. و این خیلی مثال جالب بود خواهر لوئیس که بهش اشاره کردین، این که زمانی که انسان توی بدترین شرایط به هر حال پر از گناه و قرار هست که یعنی دیگه زندگی ابدی نخواهد داشت و حتی بعض وقتا خودش دیگه از خودش هم بدش میاد، نمیخواد دیگه اون چیزی که هست و حتی امیدی نداره که بخواد بتونه حالا چی میگن. صداتون قطع و وصل میشه. صدای منو دارید خواهر لوئیس جان؟ متوجه نمیشم. صدای منو الان دارید خواهر لوئیس؟ صدا رو دارید؟ بله، مثل که مشکل تکنیکی پیش اومده، اما در ادامه صحبت ها این بود که بسیار زیبا هست اینکه خداوند از شرایط استفاده میکنه و هر کدوم از ما رو از نو میسازه و از نو بر همون حالت تولد تازه انگار برای ما اتفاق میفته. اون بازسازی و احیایی که خداوند انجام میده چقدر زیباست که بعضی وقتا ما خودمون هم باورمون نمیشه در شرایطی که ناامید هستی، حتی از خودت دیگه، از اطرافیان به کنار، از خودت ناامید هستی و فکر میکنی که هیچ کاری از تو بر نمیاد، اما خداوند اون احیا رو انجام میده و یک چیز جدید از تو میسازه، یک حتی هویت جدید و این بسیار زیبا هست. خواهر لوئیس جان صدای منو دارید یا نه؟ مثل اینکه مشکل تکنیکی پیش اومده. فکر میکنم بد نباشه که بریم با هم یک استراحت داشته باشیم تا این مسئله و مشکل حل بشه و برمیگردیم. عزیزان با شما خواهیم بود، ما باشید. سلام کشیش امید به برنامه علامت سوال، خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان. سلام سعید جان، چند خوشحالم دوباره میبینمتون. خیلی خوشحالم باز با شما یه برنامه دیگه اجرا میکنم. خدمت شما و همکاران شما و همینطور بینندگان عزیز ممنونم که من هم به نوبه خودم خدمت شما و بینندگان سلام عرض میکنم.
خوب شو همچون بره در قربانگاه ساکت و بی صدا تقصیر جمعی ما بر دوشش گذاشت عیسی به تنهایی او به من گفته رسم عاشقی کردن عاشقانه جانت را به بازی خادم پارسای ما چون بی گناه بود برداشت گناهان را ما شدیم آزاد از هر ایغ و زنجیری عشقش میمونه در دل ما افسانه نیست خلقتش خونه پاکش بر صلیبش زنده ایم از مردنش او فخر ما شد نزد خدا بعد از این هرگز نخونم نام دیگر بر زبانم عهد او وفادار خداوندم مسیح تقصیر جمعی ما بر دوشش گذاشت عیسی به تنهایی او به من گفته رسم عاشقی کردن عاشقانه جانت را به بازی خادم پارسای ما چون بی گناه بود برداشت گناهان را ما شدیم آزاد از هر ایغ و زنجیری عشقش میمونه در دل ما بله دوستان عزیز، در ادامه برنامه علامت سوال در خدمت شما هستیم همراه با مهمان عزیز برنامه خواهر لویز عزیز در ارتباط با کار بازسازی و احیای خداوند. خواهر لویز جان صدای منو دارید؟ امیدوارم که مشکل حل شده باشه. مقدار اکو میده ولی سعی میکنم حدس بزنم چی میگید. اینجوری خواهر لویز نمیدونم امروز جریان چیه. بله خب امیدواریم که اشکال. مشکلات حل بشه زودتر. عزیزان سعی میکنن که این اکو رو هم بردارن. خواهر لویز جان داشتیم در رابطه با کار زیبای خداوند صحبت میکردیم، بازسازی و احیا و اینکه چطور از یک چیزی که در واقع هیچ گونه دیگه فایده ای نداره یا شاید به نوعی حتی بعضی وقتا بهش فکر کنی ارزشی نداره ازش بهترین چیز به وجود میاد. همون مثالی که شما به کار بردید و خداوند هم همین کار رو انجام میده. خب شاید ما به نوعی فکر کنیم که این فقط برای ایمانداران اتفاق، البته شما اشاره کردید که خداوند میخواد برای همه انسان ها این کار رو انجام بده، قضیه بازسازی و احیا رو، و شاید هر کدوم از ما که به هر حال نجات رو پذیرفتیم این رو به نوعی تجربه کردیم، درک کردیم و خب مسلما تا اونجایی که من باور دارم این که این قضیه ادامه داره. یعنی این نیست که حالا یک بار این اتفاق بیفته و به هر حال دیگه استاپ بشه. نه، ما دائما در حال بازسازی هستیم. ولی آیا این فقط در مورد ایمانداران صدق میکنه؟ افراد دیگه که ایماندار نیستن به چه صورت هست؟ آیا اونها هنوز شاید خداوند این موقعیت رو پیدا نکرده که کار احیا رو انجام بده یا به چه صورت هست خواهر لویز؟ اتفاقا اگر دقت بکنید اون چیز رو که پولس رسول اشاره میکنه، میگه زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم
از طریق قربانی مسیح در واقع نجات فراهم شد. پس خدا اونطوری نیست که بیاد دسته‌بندی بکنه، یه پارتی بازی به قول معروف فقط برای گروه خاصی باشه. کار احیا و بازسازی خدا برای همه هست. ببینید ما الان به دنیا اومدیم، به قول معروف در این عصر به دنیا اومدیم. شما فکر بکنید از اون ابتدای خلقت این داره همینجور انجام میشه علی‌رغم، برای که معبد وقتی که معبد اورشلیم بازسازی شد، خب این که چیز فردی نبود یا دیوار. درسته خدا همیشه ما میگیم با یه تیر چند نشون میزنه. هدف خدا اینه که همه نجات پیدا بکنن، همه احیا بشن، همه بازسازی بشن و از وضعیت اسارت، از آنچه که درش هستن آزاد بشن. اگه یادتون باشه قبل از اینکه بریم به میان برنامه داشتیم اینو میگفتیم که این همون کاریه که خدا در مورد همه ما انجام داده. کدوم ما هست که میتونیم ادعا بکنیم عادل هستیم و احتیاج نداریم به احیا و بازسازی خدا؟ بدون استثنا خدا برای همگان فکر میکنه. ببینید ما هر کدوم همونطور که گفتم کار واقعی فدیه خدا هستیم. ما در یک مقطعی هر کدوم از ما پشت بهش کرده بودیم، یه جوری تو فکر و عمل در طغیان بودیم نسبت به خدا. اما با پذیرش کار مسیح روی صلیب ما میایم عضو خانواده الهی میشیم. اینه. ولی این به این معنا نیست که کار احیا و بازسازی خدا تموم شده. این کماکان هر روزه داره انجام میشه. کار احیای خدا همین الانشم به قوت خودش در جریان. خدا میخواد همه چیز و همه کس رو در واقع احیا کنه. همه اون چی رو که در واقع خودش خلق کرده، به وجود آورده. خدا میخواد نظم در اختشاش به اصطلاح ایجاد کنه، میخواد اختلافات به آشتی تبدیل بشه، میخواد روابط احیا بشه، میخواد عدالت و انصاف برقرار بشه و راهی عادلانه برای هر شرایطی در واقع صادر بشه. در اصل اون کار فدیه خدا تو چارچوب روابط بیشتر هستش، شامل رابطه با خدا، رابطه ما با خودمون و همینطور رابطه ما با همدیگه، با بقیه سایر مخلوقات. ببینید پولس رسول تو رومیان چی میگه؟ آیات 18 تا 23 این رو میگه: زیرا یقین میدارم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشه. وقتی میگه خلقت، همه چیز خلقته، فقط برای یه گروه خاص نیست. تمام اون 6 روزی که خدا انجام داد به اصطلاح خلقت رو، میگه تمامی خلقت در انتظار ظهور پسران خدا، منظور فرزندان خدا است. زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود، بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می‌دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهنی باشند، و نه این فقط بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته ایم، یعنی ما خود ایمانداران هم حتی در خود آه می‌کشیم در انتظار پسرخواندگی یا فرزندخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود. پولس رسول خیلی خوب همه اینها رو در رسالاتی که به کلیساهای مختلف نوشته این رو اشاره کرده. به خصوص در رساله افسوسیان اینطور میگه: چون که سر اراده خود را، این تو همون باب 1 میگه، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود، برای انتظام کمال زمانها، تا همه چیز را خوانچه در آسمان خوانچه بر زمین است در مسیح جمع کند. و این جواب سوال شما که همه چی، چه در آسمان چه بر زمین، همه چی، تمامی خلقت رو در مسیح جمع کند، یعنی در او، که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می کند، تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود. ببینید خدا قصد نداره که کره زمین و بعد اینکه زمانش به کمال رسید بندازه به زباله‌دونی، مسئله بازیافتی.
و همه منابع به اصطلاح چیزی رو که خودش خلق کرده نمیخواد خدا اینا رو تلف کنه. خدا از اون تیپ افراد نیست که هرچی خراب شد بندازه دور، بلکه میخواد بلکه میبینیم از همون ابتدا، از همون شروع سقوط بشر بر اثر ارتکاب گناه، ما میبینیم خدا داره همینطور در حال فدیه، تبدیل و احیا هست و شدیداً هم مشغول احیای وضعیت همه ما هست و مشتاقانه خدا منتظر تکمیل و کمال به اصطلاح خلقت هستش. ما دعوت شدیم هستن که عاملین و نمونه های کار فدیه مسیح بر زمین باشیم. شاید سوال کنید خدا چه چیزایی رو در زندگی ما احیا میکنه. اگه یادتون باشه گفتم روابط رو، ولی در کنار اینها باز یه چیزایی رو خدا احیا میکنه که خیلی جالبه. از جمله این که خدا زندگی ما رو احیا میکنه. خدا میخواد بیاد وارد زندگی ما بشه، زندگی تازه‌ای به ما بده، احیا کنه. اصلا خود خدا منبع حیات تمامی کائنات و خلقته. حیات همیشه و همیشه از جانب خدا میاد. تمامی حیات توسط خدا حفظ میشه و توسط خدا ادامه پیدا میکنه. خداوندی که حیات رو به خلقت، به طبیعت، به انسانها، به بشر عطا میکنه. ما در یوحنا 14:6 که خیلی برای من این آیه جالبه، برای اینکه من با این آیه ایمان آوردم به خداوند. میگه من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیاد. پس در مسیح هست که همه چیز برمیگرده به اون سیرت اصلی خودش، به اون طبیعت اصلی خودش. یوحنا 11:25 میگه من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان بیاره اگه مرده باشه زنده میشه. بس در بعد روحانی داره اینو صحبت میکنه. پس خدا زندگی ما رو احیا میکنه، در ضمن خدا امید ما رو احیا میکنه. اون امید چیه؟ امید یک منش فکری خوشبینانه است برای کسب نتیجه رضایت بخش، چیز مطلوب. امید یادتونه در رساله اول قرنتیان باب 12 پولس رسول میگه در آخرش الحال 3 چیز باقیه: ایمان، امید، محبت. میبینیم که امید یکی از اون 3 تا نکات زندگی روحانی مسیحیه. میگه امید در کتاب مقدس یک انتظار، یک توقع قوی و مطمئنه که یه چیزی، یه پاداشی یا یه خبر خوبی یا یه چیز خوبی، نتیجه خوبی در آینده میاد. در واقع ما میتونیم امید رو به اعتماد و انتظار یا توقع مطمئن تشبیه کنیم. علاوه بر این که خدا زندگی ما رو احیا میکنه، امید ما رو احیا میکنه، خدا اون دید و رویای ما رو هم احیا میکنه. اون دید و رویا در واقع قدرت دیدن یه تصویریه تو فکرمون، چیزی که در بیرون نیست، تو فکر ماست. ای کاش ما بتونیم پشت وقایع چیزایی که دور و بر ما داره اتفاق میفته ببینیم. واقعا این یعنی کار احیای خدا اینطوره. خدا پشت وقایع رو میبینه. خدا اعتماد به نفس ما رو احیا میکنه. خدا روابط خراب شده ما رو احیا میکنه، به خصوص رابطه خراب شده ما با خودش. وقتی این رابطه درست میشه، پس با خودمون و با افراد هم روابط ما به اصطلاح احیا میشه. ما چه نمونه هایی داریم که خدا زندگی و ازدواج به اصطلاح افراد رو، اون زندگی زناشویی افراد رو احیا کرده. پس امید برای زندگی زناشویی ما هست. خدا تو کار احیاست و اینو به جرئت میتونم بگم همیشه و همیشه و همیشه خدا در کار احیا و بازسازی هست. تو اون اول کتاب مقدس سقوط انسان صورت گرفت و طول این یک سر خدا همینجور داره احیا میکنه. با زیباترین متنی که کتاب مقدس در واقع با آیاتی، با بابهای 21 و 22 پیدایش رو ما نگاه بکنیم، ما اونجا آسمان جدید، زمین جدید و اورشلیم جدید رو صحبت میکنه که بسیار زیبا این مطلب رو در واقع کار برگردوندن رو، اون احیا، میگه که همون باب 21 پیدایش میگه که مکاشفه میگه دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید و بعد ادامه میده میگه که و اورشلیم جدید رو دیدم که میگه که از آسمان نازل میشه. پس ببینید که خدا اون تکمیل، اون کمال زمانها که پولس رسول در رومیان بهش اشاره میکنه،
با چه چیزی خدا میاد این رو احیا میکنه، با آسمان جدید، با زمین جدید، با شهر مقدس جدید در واقع. و میگه که این از آسمان نازل میشه و اون وقت یوحنای رسول مینویسه و آوازی بلند از آسمان شنیدم که میگفت اینک خیمه خدا با آدمیان. یعنی چی؟ یعنی امانوئل، خدا با ما. و میگه با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم‌های او خواهند بود. میگه قوم‌های او، نمیگه قوم. پس همه اقوام رو خدا زیر پوشش این احیا گرفته، فقط برای قوم خاصی نیست. و بعد میگه خود خدا با ایشان، خدای ایشان خواهد بود. چقدر زیباست. خدا هر اشکی رو از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود. این بسیار عالی که خدا در واقع دیگه اون ریشه مرگ و کامل از خلقت بر میداره و میگه ماتم و ناله و درد دیگر روی نخواهد نمود. و بسیار جالبه آیه 5 میگه الحال همه چیز را نو میسازم. چه وعده زیباتر از این، چه وعده بالاتر از این که خدا همه چیز رو، همه خلقت رو برای من و شما احیا میکنه. واقعا دعای من برای همه ما، به خصوص بینندگان عزیز، ما، شما، همه، واقعا زیباست که ما در اون کار احیا و بازسازی خدا هستیم و این صرفاً اون پیشقدمی، اون چیز پیشقدم شدن خود خداست که این رو برای ما در مسیح در واقع فراهم کرد. آمین آمین. بسیار عالی، خیلی ممنون خواهر لویس جان. وقتی که صحبت شد از احیا و بازسازی، من فکر میکنم که اولین چیزی که وقتی بعد از احیای روابط خودمون با خدا اتفاق میفته همون بخشش هست، همون امید هست، احیای روابط ما با اطرافیان هست، با خودمون. اون در واقع من فکر میکنم واقعا بزرگترین مشکلی که ما آدم ها داریم همون رابطه ای هست که با خداوند احیا نشده و اون رابطه درستی که باید داشته باشیم و نداریم. چون اگر اون رابطه درست ایجاد بشه و در واقع بازسازی بشه، اون محبتی که حالا در واقع خداوند از ما میخواد که از اون بچشیم و وقتی که چشیدیم اون مشکلات درونی که حتی ما با خودمون داریم، با اطرافیانمون داریم، در ارتباط با ناامیدی صحبت شد، ناامیدی هایی که داریم و هر نوع مشکل دیگه‌ای که در زندگی ما وجود داره به صورت در واقع روحانی، اینها حل میشه و شاید بیشترین مشکل ما در همون رابطه خودمون، رابطه درست و واقعی با خداوند هست و همون باعث میشه که ترس های ما از بین بره و به قول معروف همون مسئله توی مکاشفه صحبتی که شد، زندگی جدید و به هر حال اون زمانی که حتی دیگه اشکی بر چشمان نخواهد بود و خیلی چیزهای دیگه. خیلی ممنون خواهر لویس جان از توضیحاتی که دادین و مطمئن هستم که بیننده‌های عزیز هم بسیار برکت گرفتن. من دارم اینجا پیغام ها رو میگیرم، اما بعد از استراحتی کوتاه عزیزان برمیگردیم همراه با سوالات و نظرات شما. با ما باشید. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه علامت سوال، نیم ساعت اول برنامه به اتمام رسید. در ارتباط با کار بازسازی و احیای خداوند صحبت کردیم همراه با خواهر لویز عزیز. اما وقت سوالات و نظرات شما عزیزان هست. فراموش نکنید
درخواست های دعاتون رو بفرستید. در آخر برنامه برای شما عزیزانی که درخواست هاتون رو فرستادید در دعا خواهیم بود و لطفاً وقتی که درخواست هاتون رو میفرستید مشخص کنین که در ارتباط با چه موضوعی میخواین دعا بشه براتون تا بهتر ما بتونیم تمرکز داشته باشیم بر خواسته شما برای دعا. شاهرخ عزیز گفتن که درود بر شما، هر دو خواهرم تندرست باشید. شهادت میدم هر آنچه خواهر لوئیس در مورد احیا توسط خداوند فرمود من به شخص در زندگیم تجربه کردم. خداوند مرا احیا و بازسازی کرد، تمامی روابط نابود شده مرا احیا کرد. آمین آمین. خیلی ممنون، مرسی شاهرخ عزیز از اینکه شهادتتون رو با ما در میون گذاشتین. من مطمئن هستم که خیلی از ماها، در واقع حتی بیننده‌های عزیزی که برنامه رو دارن میبینن، این تجربه رو داشتن و امیدوار هستیم که عزیزانی هم که این شاید به طور خاص این تجربه رو نداشتن یا حالا به هر حال شاید درست از این قضیه درکی نداشتن حتما داشته باشن. و خواهر لوئیس جان صدای منو دارید؟ یه مقدار اکو هست ولی میاد و میره، اما متوجه شدم. بله من متاسفم برای مشکل تکنیکی که به وجود اومده، ولی من فقط یک سوال رو اینجا خیلی سریع بپرسم. خب شاهرخ عزیز هم میگن که این تجربه رو داشتن، شهادت دادن. آیا این قضیه بازسازی و احیا به انتخاب ما هم مربوط میشه؟ یعنی که آیا من میتونم انتخاب کنم که خداوند در من کار کنه یا نه؟ در هر صورت این اتفاق خواهد افتاد. من اغلب این مثال رو میزنم. اولا خدا رو شکر میکنم برای شهادتی که ایشون دادن و واقعا همونطور که اول برنامه گفتم هر کدوم از ما تک تک ما محصول کار احیا و بازسازی خدا هستیم بدون استثنا. و چیز دیگه ای که خواستم بهش اشاره بکنم، من اغلب این مثال رو در برنامه ها میزنم. میگم ما کنار یه میز پر از غذا واستیم و دست دراز نکنیم گرسنه میمیریم. میدونید یک همکاری هست اینجا، ولی پیش قدم خدا پیش قدم میشه و اینجا ما هستیم. خدا خدای فرصت هاست. بله کاملا این رو باور دارم. خدا این نعمت رو یا این موهبت رو برای ما فراهم کرده. وقتی ما جواب مثبت میدیم به دعوت خدا، وارد این روند میشیم، وارد این جریان میشیم و تنها نیستیم. کدوممون میتونیم تنهای خودمون رو احیا بکنیم؟ و واقعا خدا رو شکر که اتفاقا کمک خدا رو در این مورد داریم. بله من 100% خدایی که خودش اراده آزاد رو در ما آفریده، اراده آزاد ما رو هم احترام میذاره و همیشه میگم خدا خدای خیلی مؤدبیه، همیشه در میزنه اول وارد میشه. اینه که بله انتخاب ما هم بی تاثیر نیست در این مورد، چون این هست قابل دسترس. ما دست دراز میکنیم از این میخوریم، از این بهره میگیم. بله خیلی ممنون، مرسی. فرامرز عزیز تشکر کردن از برنامه، گفتن بسیار قشنگ و آموزنده. مسیحای عزیز گفتن چقدر تعالیمتون عالیه خواهر لوئیس، مرسی. سعیده عزیز هم تشکر کردن، گفتن آمین در نام پرجلال و قدوس خداوندم عیسی مسیح. خداوندا آرامشی از جنس خودت به ما عطا فرما. آمین. همچنین مسیحای عزیز گفتن دعا میکنم مردم ایران خدای حقیقی رو بشناسن و مثل ما نیکویی و فیض و رحمتش رو دریافت کنن و خداوند قلب هامون رو عوض میکنه. آمین. خیلی ممنون از شما عزیزان. زهرای عزیز هم تشکر کردن از برنامه، گفتن بسیار مفید بوده و خیلی برکت گرفتم. و همچنین دوست عزیز ما آقای احمد، دوست عزیز ما با نام کاربری گادلاف تشکر کردن از برنامه و گفتن که تشکر کردن از اینکه همیشه در گسترش پیام خدا هستیم. و ایلوش عزیز هم گفتن درود بر تمامی دوستداران پدر آسمانی، خدای یکتای حقیقی با نام ابدی یهوه که عیسی مسیح ذات و محبت و اسم او را به بشریت شناسانید. آمین. خیلی ممنون از تک تک شما عزیزان از پیغام های پر از مهر و محبتتون. بله بریم سراغ سوالات.
آقای احمد رضا ضمن عرض سلام و تشکر گفتن که من در سن 17 سالگی دل یکی رو در واقع شکندم یا ناراحتش کردم و اون از دست من دلخور شد. حالا بعد از این همه مدت رفتم که ازش حلالیت بطلبم، اما هرچی که گشتم پیداش نکردم. متاسفانه از این محیط رفته، حالا از اون جایی که در واقع زندگی میکردم. توبه کردم اما ذهنم همش درگیر هست و خیلی دوست دارم ببینمش و از اون معذرت خواهی کنم. در ارتباط با صحبت آقای احمد رضا پیشنهادی دارید براشون؟ بله، البته خدا رو شکر که ایشون توبه کردن از این قضیه. ببینید توبه دو جنبه داره، یکیش خودمونیم، یکی طرف مقابل. مسئله سر اینه که خدا رو شکر متوجه شدن، دل کسی رو شکوندن و در پی چاره رفتن. ولی این مشکل احمد رضای عزیز نیست اگر اون شخص رو تو منطقه پیدا نکردن. خب مردم تغییر آدرس میدن، جای مختلف میرن. همین که توبه کردید خدا رو شکر، من مطمئن هستم اگر در مقطعی از زندگیتون با این شخص دوباره برخورد بکنید، حتما به شکل حضوری عذرخواهی خواهید کرد و ازش طلب بخشش خواهید کرد. ولی اینکه ذهنتون درگیر این مسئله است، من میخوام بهتون پیشنهاد بدم که این مشغله ذهنیتون رو بدید به روح القدس، بدید به خداوند و بگید ای خداوند، من تو اون حدی که سهم خودم هست من بخشیدم و واقعا از تو میخوام، اگر این شخص زنده است، اگر این مملکت هست، کمکم کن به طریقی من بتونم به اصطلاح با این شخص دوباره روبرو بشم و ارتباط داشته باشم. اگه هم نه، خداوند تو میدونی که من بخشیدمش و دیگه این قضیه رو تموم بکنیم. مشغله فکری گاهی وقتا اینها بازی خود مغز ما هست و چون خیلی بهش فکر میکنیم، در پی چاره هستیم و اینا، مغز درگیره با این مسئله، به خصوص که خب خاطره ای دارید اونجا، حافظه ای دارید اونجا، به خصوص همینطور که میگید از سن 17 سالگی، در سن 17 سالگی این قضیه اتفاق افتاده، پس باید یه مدتی باشه اینجا، یه سابقه هست اینجا. پس در مورد این شخص شما یه سری تاریخچه دارید در مغزتون، به این آسونی پاک نمیشه، ولی کاری که روح القدس میکنه اینه که در واقع اون مشغله فکری شما رو وقتی بهش میدید، شما رو آزاد میکنه از این مسئله، چون که شما توبه کردید. و امیدوارم که توبه شما در نام عیسی مسیح بوده باشه، برای اینکه واقعا این مسئله خیلی مهمه. به اسم کی ما توبه میکنیم، به حضور کی میریم، هم خیلی مهمه. اگه توبتون در مورد این مسئله به اسم عیسی مسیح بوده، خیالتون راحت باشه دیگه، بقیه رو بسپرید دست روح القدس. این خیلی خیلی مهم هست، چون ما اینو در ارتباط با خودمون خیلی اتفاق میفته که وقتی که توبه میکنیم یا طلب بخشش میکنیم حالا از خداوند، مسلما اگر لازم باشه از اون شخص باید انجام بگیره، ولی خب وقتی که با خداوند در واقع داریم یه جورایی صحبت میکنیم و در واقع طلب بخشش میکنیم، بعضی وقت خودمون این باور رو نداریم که بخشیده شدیم و فکر میکنم این واقعا از اون ایمان هست که من مطمئن باشم، این اعتماد به نفس رو داشته باشم که خب این کافی بود دیگه، من که توبه کردم، قرارم نیست که دیگه این اتفاق بیفته، چون این خیلی مهمه که دوباره بر نگردی به اون گناهی که به هر حال انجام دادی. و این من فکر میکنم خودش باز یه چالشه که من به اون درجه از اعتماد برسم که روی به هر حال وعده‌ای که خدا داده که اگر تو توبه کنی دیگه بخشیده خواهی شد، نگران نباش، من اینو بپذیرم. چون خیلی وقتا ما این مشکل رو داریم با این قضیه که نمیتونیم، باور نداریم که تمومه، کافیه. سالی جان این رو میگفتید، اتفاقا برگشتم به همون باب 21 کتاب مکاشفه، تو آیه 5 ببینید چی میگه. وقتی من این تیکه رو نخوندم برای اینکه مربوط نبود به چیز، ولی به حرف شما این تیکه خیلی مربوطه. آیه 5 اونجا که میگه که الحال همه چیز رو نو میسازم، بعد به یوحنا این رو میگه بنویس، زیرا که این کلام امین و راست است. ما با خدایی روبرو هستیم که خدای امین و خدای راسته، در خدا دروغ نیست، میدونید، یا اینکه تعارف نیست در خدا. وقتی خدا میگه که وقتی بخشیدی تمام شد، واقعا این گاهی وقتا عادتهای فکریه،
به قول شما میاد تو فکر ما که خودمونم باور نمی کنیم که بخشیدیم. درست میگید، ولی وقتی بدونیم که ما با کسی داریم صحبت میکنیم امین و راسته و خدایی هست که حقیقتا میشنوه دعا رو، ما با خدا یه تیم میشیم در دعا. دعا گفت و شنوده. وقتی میگیم مطمئن باشید به سقف اتاقتون نمیخوره اگر حقیقتا عطای دل بخشیدیم. گاهی وقتا به زبان میبخشیم ولی به دل میگی به زبان نزدیک ولی از دل دوره. اینطوری نه. وقتی که حقیقتا عطای دل میبخشیم و واقعا آزاد میکنیم خودمون رو، بقیه کار اجازه بدیم روح خدا انجام بده. دیگه باور کنیم چون خدای ما حقیقتا امین و راست. آمین آمین. خواهر لویس جان، آقای امیر اول که گفتن خدا شکرگزارم که برای من هم احیا کردی هویتم رو وقتی ازت کمک خواستم و دعوتت کردم در قلبم، در وجود و زندگیم. آمین. خدا رو شکر برای وجودتون و خدا رو شکر برای کاری که خداوند در زندگی شما انجام داد. و گفتن که لطفاً آدرس آیه ها رو بدید. وقتی مثلا به آیه اشاره میشه که اکثر مواقع البته این اتفاق میفته، مثلا گفتن که من راه و راستی و حیات هستم یا تمامی قدرت در زمین و آسمان در دست من هست. اگر آیات رو آدرسش رو بدید. چشم، حتما همون جایی که من راه و راستی حیات هستم خودش اصلا یوحنا 14:6 هستش. من این رو اشاره کردم به این مسئله. چشم، از این به بعد سعی میکنم بیشتر آیات رو با جای دقیقش بگم، ولی تمام تلاش من حقیقتا اینه که همیشه با محل آیه این رو بگم. چشم، حتما. بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی. وهاب عزیز هم تشکر کردن از برنامه. من فکر می‌کنم قبل از اینکه بخوایم بریم سوال بعد رو بخونیم، چون فرصت خیلی نداریم برای میان برنامه قرار هست ببینیم، بریم یک ساعت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم تا با وقت بیشتر به سوالات دیگه بپردازیم. باشید. خداوند ای روح القدس اکنون احیا کن ایمان من را برای نجات ایران. شافی ساز قلب جهان را تعمیر کن ایران ما را. تخت تو بر آن نشیند ای شاه شاهان مسیحا. خداوند ای روح القدس اکنون آزاد ساز ایرانمان را. با دست زورآور خود تو بشکاف این آسمان را. از نام صدا کن
بساز ایرانمان را. با جشن بیداری خود خیره ساز چشم جهان را. برافروز غیرت ما را. برافراز نام عیسی را. با خون مقدس او برپا کن تخت خدا را. مرسی. همه یک جا. بسیار زیبا، عالی. موزیک ویدیویی شنیدیم و دیدیم. دوستان عزیز به برنامه علامت سوال خوش اومدید. اگر تازه به ما پیوستید، همراه با شما عزیزان هستیم، همراه با سوالات و نظرات شما دوستان. فراموش نکنید درخواست های دعاتون رو هم بفرستید. دوست عزیز ما رومینا گفتن که ضمن تشکر از برنامه، گفتن موضوع بسیار مفیدی هستش و در این مدت که ایمان آوردم متوجه شدم که باید این برنامه‌های تعلیمی رو گوش کرد و مثل طفل شیرخوار دائم در خطر هستیم و باید به کمک روح القدس رشد کرد. آمین آمین. همینطور هست واقعا رومینای عزیز. و هیچ کدوم از ما در واقع خالد جان اینجوری نیست که حالا بگیم چون از ایمانمون حالا هر چقدر بیشتر بگذره نه جای امنی هستیم. باورتون بشه من امسال مرداد ماه میشه 50 ساله که در خداوندم. اگه الان از من بپرسید میگم هیچی نمیدونم، برای اینکه تا اون لحظه آخر خداوند درسا داره برای ما. درسته. هیچ وقت متوقف نمیشیم از همینطوره خالد جان. آمین که همیشه سربلند بیرون بیایم از به حال. بله بالا و پایین زیاد هست مخصوصا در ایمان. آمین که سربلند بیرون بیایم. نازی عزیزم عرض سلام و تشکر از برنامه. گفتن که آیا واقعا چشم و نظر وجود داره؟ امکان داره در موردش یه مقدار توضیح بدید؟ البته پیشنهاد دادن اگه میشه در این مورد اگر طولانی هست برنامه داشتیم که البته داشتیم نازی جان در این مورد برنامه. ولی خواهر لویز آیا چشم زدن نظر وجود داره؟ به چه صورت هست؟ خب اینا یه سری خرافاتیه که افراد بیرون یه کارایی انجام میدن که هیچ ربطی به خدا و به چی میگن مسیری که خدا برای ما در نظر داره هیچ ربطی نداره. وقتی که ایمان میاریم این باور رو داریم که ما وارد خانواده الهی شدیم. این چشم زدن و نمیدونم چیزا از این چیزایی بوده که در باستان با فالگیری و نمیدونم جادو جنبل و از این برنامه ها که حقیقتش ربطی به نقشه رهایی خدا نداره. همین که ما تو فکر چشم و نظر رو از این حرفا هسته، این خودش نشون میده که داریم نقشه برای یکی دیگه میکشیم، در حالی که خدا نقشه های بسیار برای قوم خودش داره. همونطور که گفتم تمامی نقشه های خدا در مسیر احیا و بازسازی هست. البته اینم بگم در این چیزای خرافات و ارواح پلید و چیزای شریر اینها بله تو خودشون خیلی جنگ و زد و خورد و بگیر و ببند و از این چیزا هست، ولی نه در کلام خدا ما نمیبینیم که اینها قوت داشته باشن. مخصوصا برای کسی که ایمان میاره. ببینید حمله ها هست، مشکلات هست، این به این معنا نیست که این لزوما مثلا همسایم برای من دعای بد کرده اینطور شده. نه، خدا ایمان ما رو آزمایش میکنه. زندگی ما از آزمایشات مختلف میگذره، ولی کسی که به خدا ایمان میاره و جزء فرزند خدا میشه، خدای ما اونقدر بی‌عرضه نیست که نتونه نگه داره که
البته امیر جان گفتن که جای دقیق آیات رو بگیم، من اونقدر نظر مغزی شاید در سنی نیستم که خیلی دقیق، مگر اینکه بنویسم محل آیات رو، ولی این رو هم میدونم که در یوحنا باید باشه، حالا یا بابهای بین 14 تا 17 اونجایی که مسیح برای ماها دعا میکنه، کنم 17 باید باشه اگه اشتباه نکنم، شاید جلوتر، قبل از دستگیریش در هر حال در باغ جسیمانی که میکنه اینطور میگه که آنانی رو که به من سپردی، من از اینها کسانی رو که به من سپردی از اینا مراقبت میکنم، اینا در دستای من هستن. دست خدا اینقدر بی ارزه نیست که از لای انگشتاش ما در بریم و بیفتیم، به قول معروف شریر بتونه کاری برای ما بکنه، ولی در عالم بیرون در دنیا خیلی خبرها هست که اینم جزشه. درسته. در واقع هستن نیروهای بد، تاریکی، ارواح، اینها وجود داره، ولی در مقابل قدرت خداوند، نام مسیح، روح القدس، به هر حال هیچ گونه قدرتی ندارن و ما باید هر روزه به هر حال برای خودمون و خانواده‌مون دعا کنیم. خواهر لویس جان درسته؟ 100%. من هر روز خدا روز شده 10 دفعه شده از صبح تا شب خودمون رو با خون مسیح بپوشونیم و دقیقاً. محافظت خداوند رو بطلبیم برای تک تک اعضای خانوادهمون و خودمون. خیلی مهمه. خیلی ممنون. آقای ابوالفضل سوالی پرسیدن، گفتن که عیسی مسیح فرمود تاریخ انقضای دنیا رو فقط پدر آسمانی میدونه. آیا خداوند ما عیسی یعنی خبر نداره؟ ببینید وقتی که زبان کتاب مقدس رو ما باید بدونیم، اینجا ما میگیم که عیسی خدای کامل، انسان کامل. این جایی که مسیح داره صحبت میکنه که به احتمال زیاد اگه اشتباه نکنم تو متی 24 باید باشه، که وقتی که در مورد آمدنش داره صحبت میکنه، یا نه ببخشید 24 نیست، اونجایی که شاگردان ازش میپرسن که علامت یا نشانه های آمدن اینا چه، میگه هیچ کس نمیدونه حتی پسر، بلکه پدر فقط هست که از تاریخ آمدن. در زمانی که مسیح بر روی زمین بود، در جاهایی به عنوان خدای کامل صحبت میکرد، در بعض خیلی از پیشگویی ها و نبوت ها یه جاهایی هست که به عنوان انسان کامل. اینجا دقیقاً به عنوان انسان هیچ کس دقیقاً نمیدونه، هیچ انسانی نمیدونه که با تاریخ اومدن مسیح کیه. اما الان که مسیح به آسمان برگشته و الان در اون بعد روحانی، بعد الهی در کنار دست راست خدای پدر هست، و قضیه فرق میکنه. حالا اونجا چه خبره من نمیدونم، نرفتم ببینم. ای واقعیت امر اینه اونجایی که مسیح این حرفو میزنه در بعد انسانی داره صحبت. درست. خیلی ممنون. مرسی خواهر لویس جان. خب آقای مصطفی یک شهادت دادن و بعد هم سوالی پرسیدن که من اول شهادتشون رو میخونم. گفتن که متاسفانه سالها پیش خواهرشون رو از دست دادم و این برام انقدر دردناک بود که ایمانم به خدا رو از دست دادم. اما تنها ایمان به عیسی مسیح بود که تونست قلبم رو آروم کنه و سوگواری خواهرم رو پشت سر بگذارم. خاطرم هست برنامه و صحبت‌های خواهر لویس و ایمانشون در مورد سوگواری و سختی‌ها خیلی برام آموزنده بود. خواستم از ایشون تشکر کنم و خداوند خواهر لویس و همسر و خانواده‌شون و همه عزیزان سرسون رو برکت بده. آمین. واقعا دعا میکنم تسلی خداوند. خوشحالم از این نظر که خودشون میگن که از این سوگواری با کمک خداوند تونستم بیرون بیام. ولی مصطفی عزیز به شما بگم، وقتی انسان عزیزی رو از دست میده، هر انسانی بدون استثنا قابل جایگزین نیست. امکان نداره ما فراموش کنیم یا جای خالی اون عزیزمون رو ما حس نکنیم. اما تسلی خدا رو داریم و این امید رو داریم. ببینید امید هست برای ما که ما عزیزان ما رو وقتی در خداوند دست میدیم و ما اینها رو خواهیم دید روزی. پس با این امید به قول معروف خودتون رو دلگرم کنید و خاطره خواهرتون رو من دعا میکنم خداوند خاطرات خوش خواهرتون رو همیشه براتون زنده نگه داره، که با اون خاطرات خوش تسلی داشته باشید و امید در شما قوی باشه که روز خواهرتون رو خواهید دید. آمین. سوالی هم پرسیدن آقای مصطفی،
گفتن که در شهادت ایمان کشیش فریدون عزیز شنیدم که بیان کردن خواهر لویز ایشون رو به ایمان دعوت کردن و کشیش فریدون در اون زمان دیدگاه ماتریالیستی و بیخدایی داشتن. میخواستم از خواهر لویز بپرسم که در شرایط امروز که بیخدایی خیلی رایج هست، در بشارت دادن از چه طریقی وارد بشیم که تأثیر گذار باشه؟ مصطفی جان، شهادت زندگیتون رو دست کم نگیر. خدا برای شما یک تاریخچه نوشته، یک داستان زندگی نوشته که تو داستان زندگی شما، اون زندگی گذشتتون که در گناه بوده، این گذشتتونه. خب در یک مقطعی خدا حواستون رو به خودش جلب کرد، توجه شما رو به خودش جلب کرد. وقتی توجه شما رو داشت، شما به اصطلاح دعوت خدا جواب مثبت دادید. داستان زندگی شما توش فدیه کار عیسی مسیح هست. میخوام بهتون بگم هیچ شهادتی قوی تر از داستان زندگی خود شما نیست که مسیح در زندگی شما چیکار کرد. تو مکاشفه 19 میگه که و شهادت عیسی روح نبوت هست. من بسیار به این مسئله ایمان دارم و شدیداً هم ایمان دارم که در داستان زندگی شما یه پیام نبوت هست برای کسی که اونو داره میشنوه، چون اون کسی که میشنوه در ناامیدی، در وضعیت کاملا اسفناکه. گفتار شما از زندگیتون امید رو تو دلش روشن میکنه. امید در اینه که اگر برای مصطفی عزیز، برای لوئیس، برای سالی عزیز امید هست، پس برای منم هست. پس این روح نبوت چیه؟ یعنی که خدا با پیام برای شخص مقابل داره. خدا از شما، از داستان زندگی شما استفاده میکنه، با طرف مقابل صحبت میکنه. همون کاری که خیلی خیلی از افراد از طریق شهادت زندگی دیگران ایمان آوردن. من یادم سالها پیش خانمی که میخواست در مراسم تعمیدش چیزی گفت که هنوز این حرف شاید 20 خورده سال پیشه، 25 سال پیش من اینو شنیدم این شهادت. گفت به خودم گفتم خدایی که تونه شوهرم رو عوض بکنه، من به این خدا ایمان میارم، پس منم میتونه عوض کنه. ببینید چیه، چقدر قویه داستان زندگیتون. پس روش کار بکنید. پتروس رسول میگه که وقتی از شما دلیل ایمانتون رو، اول پتروس باب 3 هستش، در امیر جان یه چیزی رو گفتن که من دقیقا الان دیگه باید حواسم باشه، در اونجا برمیگرد میگه از شما اگر سبب امیدتون رو از شما میپرسن، شما آماده باشید. شما در وجود شما مصطفی عزیز یک امیدی هست که دیگران میبینن. داستان زندگی شما امید رو در واقع در مردم تقویت میکنه. پس روش کار بکنید و دقیق و تمیز تحویل بدید که روح نبوت توش هست. آمین. و من همیشه اینو هم گفتم، فراموش نکنین که این ما نیستیم که آدم ها رو عوض میکنیم، یا در واقع ما فقط پیام رسان هستیم و روح خداوند هست که کار میکنه. من این رو حالا چند بار اینو تکرار کردم، ولی در ارتباط با پدر خودم به هر حال زمانی بود که مثلا امیدی نداشتم، واقعیتش رو بگم اصلا امیدی نداشتم و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. یک هفته قبل از این که پدر من ایمان بیاره، من به همسرم گفتم غیر ممکنه، یعنی قشنگ من این جمله رو گفتم غیر ممکنه. و دقیقاً یک هفته بعدش پدر من گفت من ایمان آوردم، میخوام بپذیرم. و همون لحظه من قشنگ سنگار صدای خدا رو شنیدم، گفت اصلا به تو ربطی نداره، تو کاری نیستی اینجا که تو برای من تصمیم میگیری که ممکن هست یا غیر ممکن، و تو فقط بشین سر جات کار خودتو انجام بده. و در تایید صحبت‌های شما و فراموش نمی‌کنم که هیچ وقت این قضیه رو پدر من عنوان کرد، من این آرامش، شادی که شما تجربه کردید رو دوست دارم تجربه کنم. و خب خیلی زندگی آدم به هر حال، اون شهادت زندگی آدم، نوع زندگی آدم، ما اگر واقعا اطرافیان میبینن اون تغییر رو، و همطور که شما گفتیم اون روح نبوت داره و کاملا میشه واقعا اون تغییر رو حس کرد. و به هر حال فکر می‌کنم خیلی از آدم‌ها هم دوست داشته باشن که اون
این تغییر در زندگیشون اتفاق بیفته، ولی بعضی وقتها نمیدونن که به چه صورت هست. بله درست. پس نگران نباشین، خب شما فقط کارتون رو بکنین، بقیه رو بسپارین به خدا. خب بریم یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه سوالات. با باشید. بله دوستان، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده از استودیوی لندن. همچنان فرصت باقی است اگر سوالی دارید، نظری دارید، شهادتی دارید، همچنین درخواست دعا اگر دارید حتما بفرستید. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. بله، آقای وهاب سوالی پرسیدن، گفتن که سوال من این هست که آیا فقط ملت ایران نیاز به شادی دارن؟ مسلمی که نه. ملت ایران احتیاج به احیا، احتیاج به بازسازی خداوند دارن، نه تنها در مورد غم و به اصطلاح غصه های چیز، از نظر مالی، از نظر روابطی، از نظر نجات. اینا باید پیام نجات بخش مسیح رو بشنون. پیام خداوند پیام پر از امیده. ملت ما به امید احتیاج داره، به احیای خدا احتیاج داره، به نجات مسیح احتیاج داره. احتیاج داره که کاری رو که به اصطلاح در زندگی خیلی ها در خیلی از کشورهای دیگه دنیا داره انجام میده، برای ایران هم انجام میده که کماکان میشنویم که داره انجام میده خدا. من باز به اول برنامه گفتم با یه تیر چند نشونه. شادی فقط جواب نیازهای ایران نیست، یکی از چیزاست، ولی در نقطه احتیاج ما ببینید انسان به انسان ها خب با هم فرق دارن و هر کس هم بی‌نظیر و تک آفریده شده. نیاز من نوعی با کنار دستی ممکنه فرق داشته باشه که 100% هم فرق خواهد داشت. پس بنابراین مطابق نیاز ما در اون نقطه احتیاج ما خدا ما رو ملاقات میکنه. میخواد این احتیاج هرچی باشه. و از نظر انسان، نه به عنوان یک انسان ماها کمی نداره نیازهامون، ولی این به این معنا نیست که دنبال یعنی همش بخواد پول و نمیدونم اینجور چیزها رو خدا بخوایم و زندگی مجلل و چیزی که بی خدا هم بشیم و خدا رو فقط به خاطر چیزهایی که به ما میده پرستش کنیم. نه اینطور نیست. آنچه که نیاز روحانی و در خیلی از نیازهای جسمانی حتی خداونده که همه اینا رو زیر پوشش میده. خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتی که دادید. دوست عزیز ما شاهو، آقای شاهو اگه اشتباه نکنم، در ارتباط با روزه پرسیدن، گفتن که چگونه بر روزه بگیریم برای بله دوست عزیز باید بگم که روزه طبق مذاهب دیگه فرمول و اینجور چیزا نداره. خب هممون میدونیم روزه یعنی نخوردن یه چیزی یا نیاشامیدن چیز و وقت رو بدیم به خدا. این هدف روزه در اینه که میگه که آیا روزه در این نیست که بندهای اسارت رو باز بکنیم، اسیران رو آزاد کنیم. در روزه چیزی که هست هدف الهی به اصطلاح در بعد روحانی برای یه تصمیم خاصی که ما تصمیم بگیریم برای اینکه به این نقطه برسیم ما به اصطلاح روزه بگیریم. چرا؟ وقت رو بدیم. حالا میتونه یه روز باشه. اغلب اگر برای یه چیزی روزه بگیرم از شام تا فردا به اصطلاح شام رو که خوردم دیگه تمام این چیز هیچی نمیخورم تا پس فردا صبحش در واقع. اما خب آب میخورم، چای کمرنگ همینطور، قهوه بدون شیر خیلی به اصطلاح سبک میخورم این وسط، اما وقت رو میدم و به خودم یک تمرین میدم که در گفت و شنود با خدا باشم. این برای چیزهای کوتاه، روزهای کوتاه. روزهای 40 روزه داریم که فکر کنم سال 2017 بود اتفاقا یادمه
نه 2017 نبود، ببخشید، یه خورده جلوتر بود. الان دقیقا 2017 بود. به هر حال ببخشید دیگه. حالا من تصمیم گرفتم که چه روز برم تو روزه، ولی برای این نبود که من بخوام چیزی رو ثابت کنم یا اینکه پای خدا رو بکشم که حتما بچه‌مو شفا بده، چون خیلی فکر کردم من به خاطر شفا که بخوام شفا رو از خداوند بگیرم برای پسرم این کارو کرد، در حالی که حقیقتا من میدونم که خودم میدونم برای گفتم میخوام به عمق‌های تو داخل بشم. قهوه کمرنگ سر صبح شروع می‌کردم، بعد سر ظهر یه آب جوش، یه ذره توش حالا یا نمک یا عصاره، یه چیزی که خورده نمکی باشه که سدیم خونم تثبیت بشه، چون که نمک و قند مهمه که به مغز برسه. یعنی به کسی چیزی نمیخواستم ثابت کنم، حقیقتش با خودم هم مسابقه نذاشته و هیچ کس هم مسابقه. شبم یه فنجون خیلی کوچیک شیر بدون چرب، یه نوک قاشق هم عسل طبیعی برمی داشتم قاطی میکردم میخوردم که قند خونم رو تنظیم نگه داره. 4 روز اینجوری رفتم، مسئله هم نبود و چیزی، و خدا رو شکر هیچ هم به اون صورت به غیر از اطرافیان نزدیک حتی متوجه نشدن که من روزه گرفتم. ولی تمام مدت در خود این تصمیم شخصه. روزه هیچ فرمول خاص نداره. همین الان ما در ایام لنت هستیم. لنت اون 40 روزیه که قبل از قیام در واقع خیلی از مسیحیان به خصوص عزیزان کاتولیک ما میگیرن این رو. اینا چیکار میکنن؟ اغلب میان محصولات حیوانی رو نمیخورن و از چیزای حیوانی پرهیز میکنن. یا اینکه خیلی هستن میگن ما این ایام اصلا فیسبوک نمیریم، روزه سایت های مجازی میگیرن. یا یکی میاد میگه من شکلات نمیخوام بخورم یا قند نمیخوام بخورم. این به خودتون بستگی داره، تصمیم خودتونه. شریعت نیست، این مذهب نیست. ما در رابطه دو طرفه قرار داریم و با خودمونم تو مسابقه نباشیم، نخواهیم چیزی رو ثابت بکنیم. ما بدونیم کی هستیم در خداوند، همین بزرگترین به قول معروف هویتیه که خواهیم داشت و داریم. بس بنابراین از این چیزای مذهب و اینا بیرون بیایم، روزه رو به این عنوان بگیریم که ما یک قربانی، یه چیزی رو میدیم در ازای این که وقت با خدا بگذرونیم و یک هدف روحانی رو در واقع بهش برسیم. این در واقع میشه روز. خیلی ممنون، مرسی خالوز جان. فرزانه عزیز هم سوالشون در ارتباط با عید پاک و پنتیکاست هست که گفتن اگه میشه این مقدار توضیح بدید و تاریخش چه زمانیه. عید پاک، این کلمه پاک کلمه فرانسویه، این وارد زبان ما شده. در اصل این در واقع عید قیام هستش، قیامت عیسی از مردگان، روزی که به اصطلاح مسیح و مصلوب میکنن و بعد از اینکه به اصطلاح جسد رو پایین میارن و در قبر میذارن، این به اصطلاح 3 شبانه روز که میگه که در چیز میمونه در قبر و قیامت مسیح. پنتیکاست با قیامت مسیح فرق داره. پنتیکاست بعد از صعوده، در واقع 50 روز بعد از چیز حساب میکنن قیامت اگه اشتباه نکنم. بعد میشه روز بعد از صعود، 10 روز بعد از صعود میشه چیز عید پنتیکاست. والا بازی خود حضور ذهن ندارم. امسال اگه اشتباه نکنم 17 یا 18 اپریل باید چیز عید قیام باشه که اینجا حالا میگن ایستر، عید پاک، بگیم عید پاک همون عید قیام هست. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. خیلی ممنون، مرسی خالوز جان. یک سوال شده دوست از ما خانم سهیلا، گفتن در ارتباط با مسئله لعنت ها و برکت ها که 4 نسل برکت و 4 نسل لعنت گرفته می شده، یعنی در صحبت شده، گفتن که عزیزی سوال کرده که نوزاد ناقصی به دنیا آوردن و الان میگن که آیا باعث آیا بچه ناقص شده به خاطر گناهانی که در گذشته اتفاق افتاده هست از نسل گذشته یا خانواده؟ ببینید، اولا که 4 نسل نیست در برکت،
کلام خدا میگه که در لاویان هستش این مسئله که میگه که هزار نسل، در مورد 1000 نسل اشاره میکنه، لعنت رو میذاره برای 4 نسل. ولی ببینید در عهد جدید کلام خدا قشنگ رسما میگه که و همینطور هم در عهد عتیق نمیگه که این 4 نسل میره، ولی اگر نسل بعدی توبه بکنه، کما اینکه قره ما داریم در کتاب مقدس فرزندان قره خودش زمین اونو فرو برد به قول معروف، ولی میبینیم پسران قره جز سرایندگان مزامیر هستن. در شما لیست مزامیر رو نگاه بکنید، بسیار زیباترین به اصطلاح مزمورها رو همین فرزند و پسران قره نوشتن و به اسم مزامیر یا سرودهای پسران قره معروفه. کلام خدا میگه که پسر رو به خاطر گناه پدر من تنبیه نمی‌کنم. این چی رو میرسونه؟ میگه 4 نسل لعنت میره اگر همه اون نسلا ادامه بدن در گناه اون اولیه بمونن، ولی هر جا توبه ای صورت بگیره خدا اون رشته رو پاره میکنه، بس بنابراین نمیره جلو. حالا این عزیز که نوزاد ناقص به دنیا آوردن، من برای باور نیستم که خدا داره مجازات میکنه این رو. ما در عهد جدید خدای فیض، خدای محبت، که همون خدای فیض و خدای محبت که کماکان خدای فیض و محبت در عهد عتیق هم بوده، کسی که خودش میگه که من شبان نیکو هستم و میگه که سلامتی خود رو حیات رو میگه من اومدم تا شما حیات بیابید و حیات رو به فراوانی بیابید. کسی که خودش حیات رو به فراوانی میده با کسی نمیاد دشمنی بکنه. فرزند ناقص به دنیا آوردن 1001 دلیل پزشکی داره در درجه اول که شما میتونید این پنبه رو از گوش خودمون بکشیم بیرون و این فکر و چیز مذهبی و یا چیز رو در نیاریم که خدا ما رو تنبیه میکنه بچه ناقص میده. نه، همون بچه هم خدا به خاطر همون بچه هم مسیح مصلوب شده. خب پس بنابراین این باور رو ما برگردونیم. این یک باور دروغه و در اثر تجارب دیگران و حرفای خرافات و مذهب و اینجور چیزا در ما کاشته شده و برای ما به حقیقت تبدیل شده. در اصلش این یک دروغه. ما دروغ رو به اصطلاح مثل حقیقت باور کردیم بهش، در حالی که این نیست. این نوزاد ناقص میتونه پدر مادر ممکنه ژن چیز، بچه من یک بیماری داشته که اینجوری به دنیا اومده و بعد معلوم شده که هم من هم فریدون شوهرم ما ناقل هستیم در حالی که خودمون سالمیم و اینو منتقل میکنیم و این ژن ناقص 16 نسل میره جلو تا جایی که 2 تا ناقل با هم دیگه به اصطلاح بچه دار بشن، صاحب بچه بشن، این میره به بچه. پس 1001 ترکیبات و جهش های ژن هست، مسائل چیزهای وراثت و چیزهای خصوصیات ارثی. پس با این در نیارید که خدا میخواد مجازات. این تصویر خدا رو از این که خدا اون بالا نشسته شلاق به دست یا نمیدونم چوب به دست و اونجا واسطاده مرتب میخواد ما رو مجازات بکنه، نه. روز داوری برسه خدا میگه که جهان رو به گناه به عدالت به چیز داوری میکنه و اینجوری تصویر خدا رو مخدوش نکنید فکر خودت. خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز جان، تشکر. خیلی فرصت نداریم، باید دعا کنیم برای عزیزانی که درخواستاشون رو فرستادن. وقت نداریم برای اینکه بریم دعای ربانی رو با هم بشنویم، اما اگه اجازه بدید من درخواست‌های دعا رو بخونم خواهر لویز جان و شما هم برای عزیزان در دعا باشید. لیلای عزیز خواستن برای سلامتی روحی و جسمیشون و همچنین دخترشون پارمیس دعا کنیم و اراده و خواست خدا در تمام مراحل زندگیشون انجام بشه. همچنین برای سلامتی کامل مادرشون فاطمه خواستن در دعا باشیم. احمد رضای عزیز خواستن برای مشکلات تمام انسان‌ها روی زمین در دعا باشیم. امیر عزیز خواستن برای شفای شریف خانم دعا کنیم، در بستر بیماری هستن و همچنین برای دخترشون شیرین هم دعا کنیم که قلبش به نام عیسی مسیح لمس بشه و شفای روح و جسم رو دریافت کنه. مسیحا خواستن برای اینکه خداوند ایشون رو از درون شفا بده و ناخالصی هاشون رو به طور کامل از بین ببره دعا کنیم. ماندانه عزیز خواستن که دعا کنیم که در عید پاک خوشنود باشن. ماه منیر خواستن برای خرید خانه و همچنین لمس شدن قلب صاحب خانه برای تمدید در دعا باشیم. هنگامه عزیز خواستن برای پسرشون و خودشون که در نام عیسی مسیح بتونن
برن تورنتو پیش همسرشون در دعا باشیم. آزرای عزیز برای خانوادهشون خواستن دعا بشه و همچنین پسرشون بابک. آریا ریحانه خواستن دعا بشه برای ایمانشون، برای دخترشون بهاره که در ازدواجش موفق بشه، که دوست داره با یک ایماندار ازدواج کنه، و برای پسرشون بهادر و خانمش که به مسیح ایمان بیارن. کیوان عزیز خواستن برای ازدواجشون در دعا باشیم، و همای عزیز برای سردردها و سرگیجهشون. اگر برای عزیزان در 1 دقیقه و نیم در دعا بشین ممنون میشم. خیلی ببخشید. ماشاءالله خیلی زیاده، لیست خیلی بله. چیز بوده، ولی مهم نیست لیستمون چقدر دراز باشه یا چقدر کوتاه باشه، خدا قادره. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم برای تک تک اسامی که اینجا خونده شده خداوند، به خصوص در درجه اول افرادی که احتیاج به شفای جسمانی دارن. در نام عیسی مسیح زنده شفایی رو که بر روی صلیب اعلام شده برای تک تک این عزیزان در وضعیتشون میفرستم. برای ایمان عزیزانی که اسم برده شد، برای شفای از درون و پاکی از ناخالصی، و برای اینکه خرید خونه، برای مشکلات مالی، همینطور برای لمس صاحب خونه. خداوند همه این لیست رو به خصوص عزیزی که ازرا به اصطلاح اسم بردن دونه دونه برای بچه هاشون و ازدواج و ایمان اینها، و همینطور برای همای عزیز به خصوص دعا میکنم در این لحظه شفای تو بر همای عزیز قرار بگیره. خداوند این عزیزان رو، این لیست رو جلوی پای تو میذاریم و میگیم حقیقتا روح تو روی این لیست به حرکت در بیاد و تک تک این عزیزان رو در نیازشون، در مشکلشون تو ملاقات بکنی، تا حقیقتا همه چیز شهادتی از توش بیرون بیاد که تو در اون شهادت روح نبوت با قلب دیگران صحبت بکنه. به نام عیسی مسیح همه این دعا رو در حضور تو مرتب میکنم، شکر میکنم. آمین 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 آمین. خیلی ممنونم خواهر لویز جان، مثل همیشه با صحبت‌های پربرکتتون. خدا برکتتون بده و امیدواریم که شما هم همیشه در سلامتی، شادی باشید و به امید خدا که بتونیم باز هم به زودی در برنامه‌ها از حضورتون برکت بگیریم. بازم ممنون برای امروز که در برنامه حضور داشتین، و ممنون و تشکر از یکایی که شما عزیزان که تا انتهای برنامه امروز هم با ما همراه بودین. تشکر میکنم از شکیلای عزیز، مرسی برای پیغامی که فرستادید، و تک تک شما عزیزان که به هر حال با صحبت‌ها، نظرات، پیشنهادات، شهادت‌هاتون ما رو همراهی کردید. برنامه امشب رو تکرارش میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین شنبه ساعت 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید، و بر روی اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال، بر روی یوتیوب 107 پارس و همچنین کانال تلگرام علامت سوال هم میتونید برنامه رو ببینید. از طریق اینستاگرام علامت سوال میتونید با ما در تماس باشید. نظری دارید، صحبتی دارید، پیشنهادی دارید، اگر میخواین در ارتباط با موضوع خاصی صحبت بشه حتما برای ما بفرستید، چه از طریق اینستاگرام چه از طریق فیسبوک. مواظب خودتون باشید تا هفته آینده. خدا نگهدارتون باشه. خدا